خوب هموطنان عزیز سلام برسه. خدا کنه جور سلامت باشین. ما همین لحظه در حیرتان هستیم و این موتر پیش روی که میبینین دو تا از کارگرای است که فکر کنم همین موتر خاک بالا میکنن. با اجازه دوستا اگر شوه که ما بتانم بالا شوم و همراهشان یک صحبت داشته باشم دیگه ما رو بیننده باشین. خیر مرا دسته خدا حافظتون دیگه. ما از این کشور رفتم. بیا اینجا بشی لالا، اینجا بشی مانده نباشیم. چی حال داریم؟ کاکا دور بتی روی تا جور هستن؟ خیرتیست چی کار بار؟ مرا سایکو ها؟ موتر پر میکنم خاک میبرم. خب کجا میبرن ایره؟ در مردم؟ بیرق باز موتر خالی نمیکنه؟ نه موتر خودش خالی میکنه. خب شما بار میکنین؟ استاد برو کم استاد برو سلو که تمام. خب بیا کجا رفتی؟ دیگه چای رفت. ها؟ دیگه چای رفت. تو باشتی که من کار دارم. ما هم کار داریم. نه کدت کمک میکنم پیسه بیاد تو اینجا. بیا وصل. بر دقیقه پیسه بیار زکدمه تو بیا اینجا. کیار میکنیم ما پول بیار زکدمه. یک دقیقه بگو باش پول بیردمه. ای ماما منم پول بیردمه. وای خدا راستنگ زنده نچه رقم آدم کار میکنیم اونجا. بیا پیسه کار تمام ایتم. استاد برو. خب خانه کجاست؟ خانه توقای است. کجا؟ این توقای. از تو کجاست خانه؟ کلدر. او دا کجاست؟ کلدر. او طرف ایران کلدر و این طرفش توقای. زن داری؟ ها زن داریم. چند تا؟ یک تا. من 7 دانه دارم تو یکی داری؟ از دستشان از کابل گرفته میشه. یکی بزرگ میچرانم اصلا میچرانم. یکی را بزرگ بگه میچلانم دیگه. نگفتیم یکی را نان بتیم بس است. یکی را نان بتیم. تو چند تا زن داری؟ یک تا. چند تا اولاد داری؟ 4 تا. این مزدورکاری که میکنی روز چند میتید؟ 300 در کل روز؟ باز خرچ خانه میشه یا نمیشه؟ زمین داریم ما. خب خودت؟ از ما ممو هسته. خب یارا چی میکنی بوتلا را؟ بوتلا را سودا میکنی. خب بوتل هم جمع میکنی در بیکاری؟ برابر هم جمع میکنی میخوای. خب خالی را خود موتر خالی میکنه یا شما خالی میکنی؟ خود موتر خالی میکنه. پر کردن خود ما میکنیم. از این مفاد پر میکنیم. چند موتر بار کردن؟ امروز چند موتر شد؟ 21 موتر نام خدا. چند نفر؟ چی میگی بدر؟ ها؟ کار کنیم میبینیم. ما میریم کار دیگه رقم میکنیم. فقط 21 موتر 21 موتر بار کردین نام خدا در 2 نفر. والا بیشکتون از ماشین کده شما زیاد کار میکنین. باز در کل روز 300 میتر شما را؟ 600 میتر. والا کم هسته. صاحب کارت در کجا؟ این موتروانه. نه میتر؟ نه خود این میتر. حالا پیرگی به فایده تان نیست؟ نه دمان بریم پیرگی که باز فایده ما هست پیرگی نمیکنم. خب برین یگان جای دیگه کده یگان تای دیگه کار کنه یا نیست؟ نه کار کجا غریبی نیست؟ نه نیست. این دستکات کلش دمی اولا کده؟ چرا که 20 موتر بار کردن آسان نیست. والا آفرینتان به خدا سعی که دستاره استام است نه؟ مرا توی دست دیگه تا خو خیری را باز من نزدیک نشان میتم دوستاره. خب خیر انت بگیرن اونجا میگه تو نشان بته پاک اولا کده. خیر بازی را ما کتوی میگیریم موبایل ما اونجا مانده مورا باز. خب
حالا میرین بخیر طرف خانه؟ خب باز خانه نان خشک میبرین یا پخته میکنین؟ نان خشک میبرین پخته میکنیم نان ما میبرین. خب چند نفر گفتی اولاد است؟ ما 4 نفر. 4 نفر. تو چند تاست؟ پوستکا؟ 7 نام خدا. بچه کلان داری؟ یک بورده سال کله میشه. خورد است؟ یک مادر دارم 2 خب اولاد. خب 7 نفر در کله میشه. خب بیا خیر باشه دیگه ما شما را در راه دیدم تم باشه قصه کنیم و در پالوی ازی بخیر ما یک کار میکنم که کنه خدا خو اینجا یک برادر ما به نام رحیم باختری از جرمنی تقریبا 9000 پرایی کرده بود که ما 3000 ش خودت هم میتم 3000 ای بیادر 3000 دیگه شم باز یک کس دیگر هم میتم اجازه هست؟ ها؟ ما یکی از تو یکی از تو یکی از تو یکی از تو پیت بس نمیگی؟ ها؟ بگی یکی دیگر هم بگی توکل به خدا این نبخیر 3000 پر بگیرین یکان چیز برای خانه ببرین صحیح است؟ این ما مسکرا پیش شدم مفت مرا موتر میبره خب موترمانه هیچ چیز نمیتم. جان موترمانه هیچ چیز نمیتم. موتروان موتروان خود نام خدا موتر داره دیگه بیایی بخیر بیایی کل چیز هیچ جای بند نمانه الهی امین یک دعا میکنیم خداوند پاک دیگه در وطن ما امنیت بیاره آرامی کنه الهی امین هر گوسفند بود یک آتیر آب آمین دمی ازبکی هم یک دعا کو برای کلگی برای وطن دعا کو وطن آرام بکن هم نانیسن آرام کن گل بیامولوسن والله آمین سلامت باشه دوستای عزیز دیگه ما آهسته به بندر حیرتان نزدیک شدیم یا رسیدیم نمیفهم تا حرکت ما به طرف ازبکستان است وطن دوست صاحب یک کمک همو آسیبی که از ناحیه کمر دیده بود برش مشکل زیاد پیش شده به همکاری یکی از شرکت های سیاحتی و احمدی صاحب که ما را اسپانسر کرده خدا خیرشان بده دیگه تا ازبکستان هم میریم کمی درد از وام دواشه او دفعه ما مریض شده بودم اون دفعه نوبت ازیاد دیگه ما را تخلیب کنه که کیا دیگه بازم تشکر میکنیم از استاد رحیم باختری از جرمنی که برای ما 9000 افغانی را روان کرده بود 6000 ش برای دو هموطن ما تقدیم کرده استاد همی بغلا یک بریک بگی دیگه الله خیر سلام علیکم یا اهلول برو پیش برو که اینجا وضعیت امنیتی چندان خوب است؟ یک جنگ کرده اینجا چی میگی؟ همه دستایش باز یک تصویر بگیم خب بس بیا کم پیش بیا اینی روز روزگار است که یا کار میکنند سعی که دیگه دستت هم نشان بده نه 21 موتر امی 2 نفر پر کرده امروز فکر کنن که اگه این وطن برای کار بار آماده باشه خود ما با زحمت خود به دستای خود میتونیم که وطن آباد کنیم به شرط از که آرامی باشه ما را آرام بانه همه طرز نه آرامی باشه دستگکای پدر است که هر کس باشه هزاره ازبک پشتون ایماق نورستانی بلوچستانی حتی موسیقای ما که از هموطن ماست برادر ماست ما مرز نمیشناسیم بین ملیت های ما و فقط انسانیت شعار ماست و با امید از که یک افغانستان آرام و سر تا سر صلح داشته باشیم از شما خداحافظی میگیریم صحیح است؟ بیا مرا یک بغل تبته
برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.